مهمترین تصویری که مولانا از انسان یا انسان کامل ترسیم میکنه نیه. چرا نی؟ به خاطر اینکه نی در اصل یه سری گره داره و آدمی برای اینکه به خودش و به اصلش نزدیک بشه اول نیاز داره که سازش رو بشناسه. بدون قابلیت نی شدن داره که من نیم، اول بشناسم خودم رو و بعد گره هایی که میتونه این نی رو مسدود کنه رو بشناسه که چه گره هاییه که نمیذاره من صدای نی درونم رو بشناسم و چه گره هاییه که نمیذاره من صدای نیی که در هستی و در کائنات دائم در حال نواختن هست رو بشنوم. این گره ها رو بشناسه بدون ترس، که مولانا میگه ترس مویی نیست اندر پیش عشق. و بعد با شناختن این نی بتونه کم کم همساز و همراز بشه. خودشم میگه اگر میخوای این اتفاق بیفته باید یک کمی از اون چه که میدونی، از اون باورها و ارزشها و افکاری که دیگه کار نمیکنن، کهنه پوسیدن، رها بشی. کاغذی که پر باشه، سیاه باشه رو که نمیشه روش نوشت، نیاز داری به کاغذ سفید. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، کاغذی جوید که آن بنوشته نیست. تخم کارد موضعی که کشته نیست، جایی دونه رو میکاری که قبلا گیاهی نبوده. تو برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید بنوشته باش. چیزایی که بلدی رو یه نگاهی بهشون بکن، ببین کدوما باعث شده این نی وجودت، این گره ها توش به وجود بیاد. شاید وقتشه که اونا رو رها کنی. وگرنه تا گره با نی بود همراز نیست، هم نشین آن لب و آواز نیست. و وقتی که هم نشین بشی با لب دمساز خود، گر جفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی.